بیا تو بهت یاد بدم چجوری بسازیش. وارد جمنایتون میشین و گزینه تینکینگ رو انتخاب میکنین تا با کمک نانو به نانو پرو براتون بسازه. عکس بازیگری که مد نظرتونه همراه با عکس خودتون و این پرامپت رو وارد میکنین و خروجی رو میگیرین. این کار رو با چند تا عکس بازیگر دیگه هم انجام میدیم و این پرامپت رو میزنیم. خروجیایی که گرفتیم رو سیو میکنیم و وارد مرورگرمون میشیم. وارد گوگل فلو میشیم و روی گزینه نیو پراجکت میزنیم. از این قسمت گزینه تکست تو ویدیو رو میذاریم روی گزینه فریم تو ویدیو. حالا باید 2 تا فریم بهش بدیم. برای 2 به 2 فریم ها این کار تکرار میکنیم. 2 به 2 فریم ها رو میدیم، ولی یه نکته هست که با حواستون باشه. آخر فریم بعدی میشه اولین فریم قبلی و این رو باید رعایت کنید و این پرامپت که گفتم رو وارد میکنید و خروجیتون رو سیو میکنید. در نهایت ویدیوامون رو میبریم توی کپکات، همه رو پشت هم میذاریم و اون آهنگایی که مد نظرمون رو براش انتخاب میکنیم و یه خروجی میگیریم. به همین راحتی. حالا نتیجهش رو ببینیم. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟